خب سوالی که همیشه براتون پیش میاد اینه که چطور حساب کاربری خودتون رو شارژ کنید. کاری نداره که اول وارد حساب کاربریتون بشید، بعد روی گزینه حساب کاربری کلیک و گزینه واریز رو انتخاب کنید. در اینجا یکی از روش‌های پرداخت رو برای شارژ حساب کاربریتون انتخاب کنید. مبلغ مورد نظر خودتون رو وارد و روی گزینه شروع فرآیند واریز کلیک کنید. حالا به راحتی به سامانه پرداخت کارت به کارت منتقل میشید و بعد از پرداخت دوباره به سایت بخت آزمایی برمیگردید و حساب شما به همین راحتی شارژ خواهد شد. همینطور شما میتونید از پشتیبانی 24 ساعته ما گیفت کارت بخت آزمایی تهیه کنید. فرقی هم نداره چه در داخل و چه در خارج از ایران باشید. به راحتی میتونید با تهیه گیفت کارت اکانت خودتون رو شارژ کنید. هر سوالی یا مشکلی هم داشته باشید، پشتیبانی 24 ساعته ما پاسخگوی شما خواهد بود. امیدواریم برنده بعدی ما شما باشید.